خدایا مرا ببخش، من دیگر در این زندگی طاقت کرده نمیتوانم، خودکشی میکنم. برادر بگم برادر ایشو برادر جان، تو چیکار کردی؟ صدایی میدونی؟ قریب خود رو میکشتی. تو باید مرا نجات نمیدونی برادر. من از این زندگی سیر شدم، من خود را میکشم. چی شد از برادر؟ و تو چی شد که دست به خودکشی زدن ایستادی؟ من نفهمیدم. ایستا آرام شو صحبت میکنی. همه کار دنیا حل شده نیست. برادر جان، این کار نادرست است. رفتیم در ایوان شیشته صحبت میکنیم. نه برادر، من باید خودم را کشم. مایش، اگر رفته با من صحبت میکنم، اگر با خلاصه خلاف خلاصه آمده کار را انجام دهیم، اما میخوام یک بار با من صحبت کنیم. میشه از خواب رفتیم. برادر، دیدم شکسته است. مرا دوستان نزدیک خفیده کنم. من از این زندگی خودم کشم. نمیدانم چیکار کنم. برای قلبی زخمی و شکسته راهی جز تکیه بر الله وجود ندارد و قلبی بر الله تکیه کند خیلی زود تمام زخمها و شکستنها تمام می شود و قلبی که الله درونش باشد به هیچ رفتن و آمدن اهمیت نمی دهد. احتیاط کن که پیش از مرگ قلبت را با دستان خودت دفن نکنی. تمام قلبت را برای الله کنار بمان، نه بندگان عهد شکنش و اجازت نده که کسی قلبت را بشکند و با آرامی از کنارشان بره. این تنها راه نجات قلب است. تو رو خدا برای من فرستاد که تا که خطا بگویم بگویم. تو کیستی برادر؟ من یک برادرم، خواستم که با تو دردی دل کنم. خیلی میرویم. حیات خود همین است. مشکلات. ما باید به همه این مشکلات ها صبر و طاقت کنیم. مشکلات ها این خودش یک امتحان